با اطلاع مسئولین ساحه کشاورزی در ناحیه دوستی امسال در میدان 900 هکتار کشت پالزی گذرانیده شده است و دهقانان پرتجربه ناحیه دوستی از اولین ها شده با جمع‌آوری حاصل تربوز و هندلک شروع نمودند. پربار گردانیدن بازارهای استعمالی مملکت از زحمت دهقانان وابستگی کلان داشته. به این خاطر کشاورزان ناحیه دوستی ولایت ختلان از اولین ها شده محصولات پالزی پخته رسیده خود را به بازارهای داخلی به فروش برآورده ایستادند. در حدود جماعت دهات دهقان‌آباد ناحیه دوستی در میدان 180 هکتار کشت پالزی ها گذرانیده شده. الحال حاصل فراوان و سیرطلب می باشد. در حدود جماعت 1024 هکتار زمین موجود است. تمام خواجگی های دهقانی در نزد حولگیات یگم زمینی که بیکار خوابیده چی عموما موجود نیست. همه از زمین‌ها ثمرناک عاقلانه استفاده برده می شود. زمین استفاده برندگان ناحیه دوستی نه تنها محصولات پالزی بلکه به جمع‌آوری غله و دیگر انواع کشاورزی نیز مشغول می باشند. با اطلاع مسئولین ساحه کشاورزی حاصل امسالا نظر به سالهای پیشین پربار بوده. خواجگیداران از زمین‌های خیش تا 2-3 حاصل به دست می آورند. مردم دهقان ما کوشش و غیرت کرده ایستادند که از هر یک وجب زمین حاصل خوب گرفتم برای غنی گردانیدن بازار استعمالی جمهوری کوشش به خرج گرفته ایستادم. باور داریم که امسال بود هوای مصائب آبان ایستاده است. از زمین 3-4 حاصل دیگر گرفت. طلبات بازارهای استعمالی مملکت کشاورزان را وادار می نماید که بهر فراوان حاصله کشور هرچی بیشتر زحمت و کوشش نموده سطح زندگی و نیکو احوالی خیش را بهتر و خوبتر نمایند. بنیامین شریفزاده، سلیمان سعیدزاده برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه دوستی.